یکی از نوع‌های بیماری که در فصل بهار خروج می‌کند بیماری شدید راهی نفس میباشد. در حالتی به خود معالجه مشغول شدن عارضه‌های بیماری شدید راهی نفس بلخشوی خون و به مریضی شدید راهی نفس آورده می‌رساند، میگوید معاون سرطبیب بیمارخانه کسلی‌های استراحتی شهر خوجند رستم بوریبویف. البته در حالتی به خود معالجه مشغول شدن، در حالتی دیر مراجعت نمودنی شهروندان به مؤسسات تندرستی عارضه‌های بیماری به مانند ویرانشوی لخته‌شوی خون، گوییم نیروتاکسیکوز، زهرآلودشوی مایع سر، صدمه سیروتی توکسیکی مشاهده کرده می شود که این البته عارضه های بیماری های سیروتی ویروسی راهی نفس که البته تبابت آن خیلی مشکل بوده وقتی طولانی را طلب می نماید. چی مقدار بر وقتر مراجعت نماید همون قدر بر وقتر تبابتش به اتمام می رسد و به وقتر از بیمارخانه جواب داده می شود. بنابر گفتی رستم بوریبویف، طبق معلومات‌های آماری بیمارخانه کسلی‌های استراحتی شهر خوجند بیماری شدید راه‌های نفس که در فصل بهار اوج می‌گیرد اساساً در بین کودکان یا شخصان کلانسال که مسئولیت پس دارند به قید گرفته می‌شود. التهاب شوش یکی از نمود خطرناکترین سیروت‌های شدید راه‌های نفس به حساب می‌رود. متخصص علاوه نمود که وابسته به این علامت‌های بیماری‌های شدید راهی نفس گوناگون بوده از قبیل زکام، درد گوش، سلفه، درد گلو، حرارت بلند بدن، تیز گشتن نفس عبارت میباشد. در وقت یکباره عوض شدن باد و هوا مسئولیت بدن آدم پست گردیده شخص گرفتار ویروس‌های گوناگون میگردد. در فصل بهار بسیارتر بیماری‌های سیروتی شدید ویروسی راهی نفس، بیماری زکام و زکام مانند بسیارتر در بین کودکان سنی تا 5 ساله بسیارتر به قید گرفته می شود. البته بیمارشوی این به واسطه وابستگی کلان دارد از مسئولیت آدم. چی مقدار مسئولیت آدم پس باشد البته بیمارشوی بسیارتر به قید گرفته می شود. اگر مسئولیت آدم بلندتر باشد همون بیمار رو نیز در حالتهای سبک گذراندنش ممکن می باشد. از فرصت استفاده برده گفتنی هستم که چی مقدار گوییم در جایهایی که باغچه ها، مکتب ها، البته در همون جاها نیز قاعده های گیگینی شخصی اگر رعایت شود این یکی از سمت های اساسی پیشگیری بیماری ثابت می شود. البته باز استفاده بری نقاب های یک کرده. از روی معلومات های سازمان جهانی تندرستی هر سال به بیماری شدید راهی نفس در جهان زیاده از 3 میلیون نفر گرفتار می شود. در مورد پیشگیری نمودن تمام بیماری ها عالمان ساحه طب توصیه های زیاد دادند و یکی از آنها سری وقت پیشگیری نمودن آن به حساب می رود.